نفر زیادتر شهروندانمون در جنگل‌های بلاروسی و روسیه بی‌درک شده. محافظ حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریمجان یاروف ویدیو نواری را نشر کرد که در آن گروهی مهاجران تاجیک تلاش میکنند توسط قلمروی جنگل‌های بلاروس به قلمروی روسیه بروند. طوری که شما در نوار میبینید بعضی آنها با زنان و فرزندانشان از بین جنگل میگذرند. فعال حقوق بشر روز 23 می گفت که در مرز بلاروس و روسیه تقریباً 10 مهاجر مهنتی بازداشت شدند و یکی از آنها زاده ناحیه فرخار تاجیکستان باباجان شیخوف می باشد که گرفتار بیماری اپیلپسی بوده است و او را در بیمارخانه بستری نمودند. Два газели, которые наземным путем приехали, 42 или 43 человека, и из них их задержал ФСБ. چند پیش فعال حقوق بشر به تمام هموطنان با درخواست مراجعت کرد که کوشش نکنند توسط قلمرو بلاروس به روسیه وارد شوند، زیرا چنین کوشش عاقبت‌های وزنین حقوقی تا خارج کردن از فدراسیون روسیه و منع ورود به قلمرو روسیه را در نظر دارد. ناظران قید میکنند که چنین عملهای تاجیکان با وضع خیلی دشوار اقتصادی در کشور و گرانی نرخ چیپته‌های پروازهای مستقیم به روسیه از تاجیکستان ربط دارند. هرچند رژیم تاجیکستان درباره موفقیت‌ها در ساحه‌های گوناگون از جمله در ساحه اقتصاد چقدر کارنای نوازد، مشکلات بیکاری همچنان یکی از مشکلات اساسی حل نشده کشور باقی میماند. تاجیکان برای تأمین عائله‌هایشان آماده اند به خوف‌های گوناگون دست بزنند. یکلا جفتی تاجیکان تا بالای قور